به نام خدا با سلام. اصلانی هستم در کانال پک صدا در خدمتتون و آرزوی روزای خوبی رو براتون دارم. امروز پای دستگاه ایران ال هستم که برای این دستگاه ما چند وقت پیش از صافیای ورودی آب سرد استفاده کردیم، صافی لیوانی. اینو میخوام بگم که این صافی لیوانی ها وقتی که مصرف میشن و آب میاد ازشون حرکت میکنه، این نمک های داخلش به مرور ریز میشن و این ریزی ها از توی سولاخ های بالای صافی میان وارد شیارهای مبدل ثانویه میشن و به مرور که میمونن اونجا سولاخ مبدل رو میگیرن و اجازه تبادل حرارت رو نمیدن. الان ما این دستگاه رو باز کردیم به خاطر اینکه همین سنگ های فسفات ریز شده و از سولاخ های بالای این حرکت کرده و داخل مبدل گیر افتاده. چون گیر افتاده آب نمیتونه جریان پیدا کنه و بعد از چند ثانیه دستگاه خود به خود خاموش میشه و یه مقدار که حرارتش اومد پایین دوباره روشن میشه. با تشکر.